بریم که بدون حرارت با جوراب موهامون رو فر کنیم. داشتم میخوابیدم به سرم زد که با جوراب موهامو فر کنم. به یه جوراب بلند نیاز داریم. جوراب باید اینوری بگیریم. موهامو من از وسط تقسیم کردم. شونه میکنید. باید موهامون رو خیس کنید. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی این اسپری فیکس مک یه ذره تهش داشت ولی من توش آب ریختم. چون اصلا واقعا به درد نمیخوره. یعنی هم به درد نمیخوره که توش آب بریزید. از جاش که باز جاش هم به درد نمیخوره اینجوری ازش میریزه. نمیدونم هم چرا اینجوری شده، ضربه خورده یا هر چیزی. خلاصه اصلا به درد نمیخوره، نخریدش. موها رو یه کوچولو آب اسپری میکنم. نیاز داریم به کلیپس، فیکسش میکنیم. یه دسته مو از جلو برمیداریم. دسته موی که برداشتیم اینو میاریم زیر جوراب، یه تاب میدیم. خب بعد یه دسته دیگه برمیداریم. این یه دسته مو رو به دسته قبلی با هم میگیرمشون، اینجوری دوباره میپیچم. یه دسته دیگه برمیدارم میدمش به دسته قبلی و میپیچم. اینو تا آخر ادامه میدیم دیگه. پیچیدمش تا پایین موهامو. حالا این قسمت جوراب که باز بود و بعد برگردونیم روی موهامون مثل این سم. بعد این تیکه جوراب رو میاریم پایین، اینو میکشیم تا روی اون. خب امیدوارم واقعا موهام خراب نشه. صبح شد و من دارم میرم بیرون. گفتم اینا رو باز کنم ببینیم چی شده. ایشالله که خوب شده باشه. فر شده آقا، واقعا فر شده. وای خدا، وای چقدر خوشگل فر شد. شما فقط اینو ببین. گفتم با این شونه موهامو شونه کنم، بعد روغن آرگان اوج ایکس بزنم. شونه هم این قسمت درشتش با این قسمت شونه میکنم. کم روغن میزنم. اینجوری کنید که گرم شه روغن و توی این قسمت ها. وای چقدر خوشگل. فکر نمی‌کردم با جوراب انقدر خوشگل بشه موها. تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدافظ.